بسم الله الرحمن الرحیم. در این جلسه میخوام به فرمایشات جناب آقای مسعود انصاری در زمینه مطالبی که من گفتم پاسخ بدم. ایشان در ابتدای سخن حدود 20 دقیقه لااقل 20 دقیقه گله کردن که اولا من چرا ایشون رو گفتم که کهولت سن دارن و ثانیاً این که چرا من آقا ایشون رو ذکر نکردم، پروفسور ذکر نکردم، ولی از خودم استاد تعبیر کردم. این بزرگوار فکر نکردن که اصلاً من ایمیلی به ایشون نفرستادم برای ایشان، بلکه چون وارد سایت من شده بودن دیده بودن که ایمیل من تفاوت داره با اونچه که به ایشون رسیده. این نامه‌ای بوده که یکی از دوستان گرامی که ساکن رشتن ایشان برای آقای دکتر انصاری نامه رو فرستادن، مبنی بر اینکه استاد مصطفی طباطبایی چنین چه حاضره که جواب شبهات شما رو بده. بنابراین اصلا این نامه من نبوده، ایمیل من نیست. ایشون کاملا توجه دارن، رفتن ایمیل من رو دیدن. حدود 20 دقیقه مردم معطل کردن سر این قضیه و بعد اینکه به بنده حقیر شبه آخوند گفتن و گفتن که این به هیچ وجه توهین نیست، برای که یه شباهتی بین شما و روحانیین عالم اسلامی هست. البته باید توجه داشت که همه مسلمین از یه جهاتی به هم شبیه هستن، ولی اگه من به ایشون بگم شبه فرنگی، این آقای شبه فرنگی آمده، بعد بگن آقا چرا توهین میکنی؟ میگم آخه چون کراوات داره، عرض کنم که ریششو تراشیده، شبه فرنگیه دیگه. من که بد نگفتم، من درست گفتم. آیا این الفاظ در موقع محاورات علمی درسته؟ توهین‌آمیز نیست؟ شما اعتراض نمی‌کنین اگه من چنین سخنانی بگم؟ و بعد بنده برای دفاع از ایشون گفتم شاید ایشون چون سنش بالاتر هست، حتی از منم چه بسا سنشون 2-3 سال بالاتر باشه، فراموش کردن. خواستم ایشون رو تبرئه بکنم. بعد کلی سخنرانی کردن ایشون در این که عجب که برای سن ما تا کنون ما تصور میکردیم مایه افتخاره، حالا معلوم شد که ننگینه، بده. دستات که من خواستم ایشون تبرئه بکنم که چون که برای سن دارن این قسمت رو فراموش کردن، این آیه رو غلط خوندن، اشتباه کردن. کما اینکه در ابتدای سخن جناب ایشان تا سیه روی بود هر که در او قش باشد، مکرر خوندن تا سیه روی بود هر که در او غش باشد. غش یعنی بیهوشی، قش یعنی فریبکاری. این بزرگوار اینا که دیگه عبارات عربی و در کتاب‌های عربی نیست که، زبان مادری ایشونه، به شعر در آمده، متداول شده. تا سیه روی بود هر که در او قش باشد، یعنی فریبی. اینم مشخص نمیکنه که کیه. میگه شما بیاین مناظره کنین تا هر که در او قش مردم فریب داده وضعش روشن بشه، چه من باشم چه ایشان باشه. به هر حال چنین ایمیلی از طرف من نرفته سراغ ایشان و ایشون هم از این جهت آگاهی دارن. شروع کرده گله گذاری از این قضیه کردن. 20 دقیقه در این زمینه صحبت کرد. بعد من گفتم که در قرآن کریم موضوع اقتلو فراوان آمده، ولی قاتلو به معنی جنگ کردن. قاتلو یعنی جنگ کنید، مقاتله به معنی جنگ.
باب مفاعله دو طرفه است. ضرب یعنی زد، ولی ضارب زیدون امرن یعنی کتک کاری کردن. وقتی میره تو باب مفاعله یه معنی دیگری پیدا میکنه. این ابواب ثلاثی مزید ایشون عربی نمیدونن، خودشم گفته، تصریح کردن که زبان مادری من نیست، ولی من زبان مادریم نیست، ولی اساساً معلم عربی هستم و بودم و در دبیرستان ها و بیرون دبیرستان مدت ها تدریس کردم. این کلمه قتله رو ایشون رفته تو قرآن گشته، دیگه نمیدونه این کلمه وقتی که در ابواب مختلف بره معانی گوناگون پیدا میکنه. مثل ضربه، ضربه یعنی زد، ولی ضارب زیدون امرن یعنی همدیگر رو زدن، کتککاری کردن. وقتی که میگه قاتلوا فی سبیل الله یعنی جنگ کنید در راه خدا، به دلیل اینکه اون طرفش هم میاره الذین یقاتلونکم، اون کسانی که با شما جنگ میکنن. بنابراین خود آیه اگر حتی کلمه قاتلو هم ایشون توجه نداشته باشن که دلالت بر کارزار داره، دو طرف هست، لااقل یعنی از نظر لغوی توجه نداشته باشن که باب مفاعله است و مشارکت میرسونه، لااقل این تیکه آیه هم در نظر بگیرن که الذین یقاتلونکم، اون کسانی که به جنگ شما آمدن. مشخصه. بعد شرح مبسوطی دادن درباره اینکه کلمه قتل در قرآن فراوان آمده. بله مسلم آمده. حتی ایشون استدلال کردن به آیاتی که قریش تصمیم قتل پیغمبر رو داشتن در سوره انفال. مگه ما انکار کردیم؟ ما که تصریح کردیم به این قضیه. لیقتلوک لیثبتوک که لتطفکوک هم خوندن ایشون، نوارشون هست. لیثبتوک یعنی میخواستن تو رو حبس کنن، نگهت دارن، او یقتلوک تو رو بکشن. از این آیات فراوان در قرآن که صحبت قتله. من قتل مؤمنا، کسی که مؤمنی رو کشته باشه، قتل مؤمنی رو کرده باشه. و من یقتل، کسی که کشته شده باشه فی سبیل الله. چقدر آیات هست که من الان خیلی هاشو حفظم. و ما محمدون الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جمیعا. کسی که نفسی رو بکشه بدون که او گناهی کرده باشه یا فسادی که شایسته قتل باشه کرده باشه، مثل اینکه تمام مردم رو کشته. ما که انکار اینا نکردیم، تصریح کردیم. ایشان عربی درست نمیدونن، فارسی عرایزمانه متوجه نشدن. این همه ما تصریح کردیم که در قرآن صحبت قتل هست. منتها آیاتی که استناد بهش میکنن که مردم رو بگیرید و بزنید و بکشید، اون آیات صحبت قتال توش، نه قتل. بعد از اینجا ایشون رفتن کلمه قتل رو در دایره المعارف ها، فرهنگ های لغت عربی و انگلیسی دیدن که انه کسی منکر بوده. یکی از ضعف های استدلال اینه که سخنی رو که طرف اصلا منکر نیست و خودشم اعتراف کرده، هی روی اون تکیه بکنن، هی توضیح بدن، هی 10 تا کتاب بیارن بخونن. این معنی داره؟ بحث سر این است که اون جایی که دستور جنگه چیه و لفظش چیه. ایشان تصور کردن که فقط جنگ یک لغت داره در زبان عرب و اون حربه. که خانومی محترمی ازشون پرسیدن که لفظ جنگ چیه؟ گفت حرب. آیا لفظ قتال رو نرفتن ببینن در لغت که اونم به معنی جنگه؟ مقاتله رو ندیدن باب مفاعله که به معنی جنگه؟
بله ریشه قتل تو این هست، به جهتی که تو جنگ که حلوا خیر نمیکنن، طبعا کشته شدن هم هست، منتها ابواب مختلف وقتی که فعل ثلاثی مجرد میره تو بابهای ثلاثی مزید معانی مختلف پیدا میکنه. این چیزی نیست که کسی انکار بکنه. حالا ایشون وارد نیستن، خودشون هم میگن، از حتی شاهد آوردن که فلان شخص مثلا عربی نخونده بود، پس نمیدانست، پس سالها فلان. به هر حال شاهد میخواستن بیارن که منم اگر عربی بلد نباشم عیبی نداره. بله ما حرفی نمیزنیم میگیم عیبه، منتها میگیم کسی که شروع به تفسیر قرآن میکنه، اظهار نظر در آیات میکنه، البته باید عربی داشته بدانه و الا عیبه. مثل که بنده بخوام تورات عبری رو عرض کنم که ترجمه و تفسیر بکنم، از عبری اطلاع نداشته باشم، البته این عیبه. سخنی که اینجا باید گفت این است که ایشان وقتی که ملاحظه میکنن در قرآن کریم صحبت صلح هست، یعنی من شاهد آوردم، آیاتشو اصلا نمیخونن، میگن فلان کس گفته در قرآن صلح هست. بله انجنحوا للسلم، سلم به معنی صلح. نگاه کنید کتاب لغت رو، فجنح لها، اگر دشمن اظهار صلح کرد تو هم صلح بکن، تصریح شده. حتی لفظ صلح هست و صلح خیرون، صلح بهتر است در قرآن کریم در سوره نساء. اینا رو اصلا توجه نمی کنن، میرن بر سر اون آیاتی که صحبت عرض کنم که قتلو درش هست، یعنی یه آیه هست که قتلو هست و ایشون اقتلو اینو خوندن. من گفتم اولا این قتلوست نه اقتلو، بنابراین در قرائت باید دقت کنید. وقتی که غلط خونده بشه زبان عربی، یک اعراب غلط خونده بشه اسم فاعل اسم مفعول میشه، مذکر مؤنث میشه. و بعد روی این آیه تکیه کردن در سوره شریفه احزاب که بزنید بکشید. آخه چه کسانی رو؟ بعد بکشید، مگه من گفتم این آیه میگه کارزار کنید؟ اما چه کسانی؟ چرا قبلش نمیخونید؟ کسانی که توطئه جنگ کرده بودن قبل از آیات رو، من اون دفعه هم گفتم سیاق که ایشون گفتن این سیاق رو تازه شنیدیم از ایشون. سیاق یه مطلبی است که در کتاب‌های تفسیر پره، بحث سیاق آیات قبل و بعدش رو نگاه بکنید ببینید مرجع ضمیر در این آیه چه کسانی هستند، به چه کسانی میگه اونها باید کشته بشن. ایشون میگویند که اینا تمام کفار هستند، کسانی که مخالف اسلام هستند، باید اینا رو بکشن. بسیار. حالا ما میخوایم نگاه کنیم ببینیم که قرآن کریم در این زمینه چه فرموده. سوره ممتحنه رو اول میاریم، میفرماد که لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین. خدا شما رو باز نمی‌دارد از کسانی که در دین با شما جنگ نمی‌کنند. ولم یخرجوکم من دیارکم، شما رو از دیارتون بیرون نمیاره. ان تبروهم و تقسطوا الیهم، که نیکی کنید به اینها. باز نمی‌داره خدا شما رو که عدالت کنید. ان الله یحب المقسطین، خدا دوستدار عادلانه. انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی اخراجکم ان تولوهم و من یتولهم فاولئک هم الظالمون. خدا شما رو باز می‌داره از این که با کسانی که بر سر دین با شما می‌جنگن و شما رو از شهر و دیارتون بیرون می‌ریزن و پشتیبانی می‌کنن دیگران رو بر اخراج شما، که با اونها دوستی کنید و کسی که با اونها دوستی کنه ظالمه. پس اینجا فهمیدیم اون آیه سوره شریفه مائده که میگه لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیا، این آیه تفسیر داره میکنه، میگه اینها اون کسانی از یهود و نصارا هستند
که با شما بر سر دین می جنگن، شما رو میخوان از شهر و دیارتون بیرون بکنن. این آیه در واقع تقسیم کرده، دسته‌بندی کرده. کسانی رو شامل میشه از اهل کتاب که با اونها نمیشه دوستی کرد، که رفتارشون اینطوری باشه با مسلمان ها. و الا در خود قرآن کریم در جاهای دیگه هم تصریح شده که اهل کتاب دو دسته هستند. بعضیشون اشخاص ملایم و نیکی هستند و بعضی از اونها مردم فتنه‌جو، جنگجو و فاسد هستند. لیسو سواء، مساوی نیستند. سوره شریفه آل عمران: من اهل الکتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله آناء اللیل و هم یسجدون. آیه 113 سوره آل عمران. اینا مساوی نیستن. از اهل کتاب گروه هستند که تلاوت میکنن آیات خدا رو، در شبها سجده میکنن برای خدا. یؤمنون بالله و الیوم الاخر، ایمان به خدا و آخرت دارن. و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یسارعون فی الخیرات، امر به کارهای نیک میکنن، از زشتکاری ها نهی میکنن، سرعت می‌ورزند در کارهای خیر. و اولئک من الصالحین، و اینها از صالحین هستند. پس گفته اهل کتاب هم دستجات مختلفی هستند. بنابراین این که در همون سوره میگه طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، غذای اهل کتاب بر شما حلاله و غذای شما بر اونها حلاله، و المحصنات من الذین اوتوا الکتاب، و زنان پاک دامنشون رو میتونین ازدواج بکنین، منافات نداره با این که میگه که اونها رو به دوستی نگیرید، ولایت اونها رو قبول نکنید. برای که اون دسته از اهل کتاب رو داره میگه که اهل جنگ و اهل فساد و الا اگه سر آشتی دارن، عرض کنم که میگه دعوتشون کنیم به میهمانی منزلشون، منزل خودتون، یا دعوت اونها رو بپذیرید، همسر از اونها بگیرید. بعضی از صحابه پیامبر مثل طلحه در تاریخ نوشتن که زنش اصلا نصارا بود، به اصطلاح از مسیحیان بود. بعضی صحابه با زنان مسیحی ازدواج میکردن، تاریخ نوشته اینا رو. پس شما که یک طرفه قضاوت میکنید و وارد به تفسیر نیستید و آیات رو با آیات تفسیر نمیکنید. یه وقت شما میایید مثلا کسی بیاد بگه که آقا گوشت خوردن، جگر خوردن، قلوه خوردن حرامه در اسلام، برای که جگر رو به طور طبیعی اگه در یه ظرف بذارن این ازش خونابه در میاد. و قرآن هم که گفته انما حرم علیکم المیته و دم، مردار و خون حرام شده خوردنش، پس جگر خوردن حرامه. دیگه توجه نداره، آیه دیگه توضیح داره الا ان یکون دما مسفوحا، خونی که از گردن حیوان میریزه مسفوحه، یعنی ریخته شده، اون حرامه. و الا خونی که در گوشته یا در جگره یا در عرض کنم که قلوه است یا در چیزهای دیگه، این که حرام نیست. این اگر کسی اینطور تفسیر بکنه و چنین فتوایی بده، تمام فقهای شیعه و سنی بهش اعتراض میکنن، میگن آقا تو قرآن وارد نیستی. یه آیه رو نگاه میکنی، آیه دیگه که توضیح داده، یه متن نگاه میکنی، تفسیرش رو نگاه نمیکنی اصلا. اگه شما حقوقدان هستی، قانون رو همینطور بخوای عرض کنم تفسیر بکنی، چه بهت میگن؟ میگن چون قوانین رو همه رو به هم ریختی، نگاه نمیکنی به تفسیرها، به توضیحاتی که خود قانون داده. شما با این قرآن کریم اینطور رفتار میکنید. شما میگی پیغمبر اسلام موظف بوده که هر کسی که ایمان به اون نداشته بکشه، او رو، یهودی‌ها رو بکشه، تمامشون، هر کسی که ایمان به اون نداره. قرآن کریم ببینید در سوره مائده که شما از همین سوره شاهد میاری، این آیه‌شو نمیخونی، اون آیه‌شو میخونی. این آیه چی میگه؟ و میگه که ولا تزال تطلع علی خائنة منهم، یک سر از خیانتگری از ایشان مطلع میشی. در سیاق آیات مربوط اهل کتابه. الا قلیلا منهم، مگر کمی از اینها که خیانت نمیکنن. فاعف عنهم، پس از عفو کن اونها رو. واصفح، و درگذر. ان الله یحب المحسنین، خدا نیکوکاران رو دوست داره. آیه 13 از سوره مائده درباره اهل کتابه. میگه اینا خیانتگرم بینشون هستن، مگر یه عده قلیلشون که خیانت نمیکنن. درگذر از اینها، عفو کن اینها رو.
پیامبر اسلام زن یهودی بعد از خیبر آمد گوشت مسموم بهش داد. این سیره ابن هشامه که شما اسمشو میارید، این واقدی که نقل کرده یا طبری. بعد به دهن گذاشتن، فوراً متوجه شدن، از اون پرسیدن چرا این کار کردی؟ گفت قلت فی نفسی، پیش خودم گفتم ان کان محمدون ملکن، اگه محمد پادشاه پس نامه از سرش راحت میشیم، و ان کان نبیًا، و اگر پیامبره عرض کنم که فسیخبر، به زودی خبر خواهد شد، خدا خبرش میکنه نمیمیره. نوشته عفا عنها رسول الله و لم یقتلها، پیغمبر عفوش کرد و او رو نکشت. پس اگر با بنی قریظه که میرن در مکه کعب ابن اشرف رو میفرستن و عده نمایندگان در برابر بت‌ها سجده میکنن و عرض کنم که میگن راه شما بت پرستا از راه محمد بهتره و با اونها رو تحریک میکنن به جنگ احزاب، و وقتی که مدینه محاصره شده پیامبر عرض کنم در محاصره اونا قرار گرفته، اینا از قلعه هاشون بیرون میان جنگ رو شروع میکنن، اگه پیامبر با اونها جنگ میکنه شما این رو پای همه یهود میذاری. اگر یهودی های تبعید شده در خیبر اونجا نقشه میچینن، به طوری که طبری نوشته تصمیم میگیرن که به مدینه حمله بکنن، همشون حالا تبعید شدن اونجا، پیامبر پیش دستی میکنه میره جلوی اون حملاتشون رو میگیره و خبر داده بودن جاسوس ها و مأمورانی که اونجا گذاشته بود که اینا جمع شدن همه با هم اتحاد کردن که مدینه میخوان حمله بکنن، شما اینا رو یعنی پیغمبر بگیره بشینه بیان همه را قتل عام بکنن. کجا جای عفو؟ اینجا که میگه لا تزال تطلع علی خائنة منهم الا قلیلا منهم فاعف عنهم، عفو کن ازشون واصفح، اونجا که اون زن یهودی رو عفو میکنی. بعد شما از یه طرف با جنگ مخالفت میکنی، از یه طرف وقتی که پیغمبر صلح حدیبیه کرده که حدیبیه هم بلد نیستی درست متاسفانه تلفظ کنی، حدیبیه میفرمایید، عرض کنم که اون وقت میگی مایه خفت و خاری مسلمان ها بود. اونجایی که میگه وسط جنگ پیشنهاد صلح نکنید، فوراً تحمیل میکنه بر شما، اینو میخونی اونجا که میگه والصلح خیرون، یا اونجا که میفرماید که فلا تهنوا و تدعوا الی السلم و انتم الاعلون، سست نشید فوری دعوت به صلح بکنید، ان جنحوا للسلم فاجنح لها، اگر تمایل به صلح اونا نشون دادن شما هم صلح بکنید. بله، یه آیه رو خوندن آیه دیگر رو نگاه نکردن، چون کار فنی نکرده ایشون یه مخالفی است که با اسلام سر ستیز داره.